احتمالاً شما هم با این موضوع مواجه شدید که در بسیاری از آزمون‌های استخدامی و یا آگهی‌های استخدامی شرکت‌ها داشتن گواهی ICDL ضروریه. ICDL چیه؟ کلمه ICDL مخفف و شکل کوتاه شده International Computer Driving License که به معنی دوره بین‌المللی کاربری کامپیوتر. با داشتنش مهارت‌های کامپیوتری کاربران تایید میشه. کلاً به طور کلی هدف اینه که سطح پایه اطلاعات در استفاده از کامپیوتر سنجیده بشه. ICDL 7 مهارت رو در بر میگیره. فناوری اطلاعات یا IT که شما باید با مفاهیم پایه فناوری اطلاعات آشنایی داشته باشید. کار با سیستم عامل گرافیکی ویندوز که محبوب ترین سیستم عامل بین کاربرانه. کار با اینترنت که ما به صورت روزمره با اینترنت کار میکنیم. ارتباطات، جستجو در اینترنت و تنظیمات مختلف ویندوز و مرورگرها از این قبیل کارا. کار با نرم افزار واژه پرداز ورد. نرم افزار واژه پرداز ورد تو اکثر اداره‌ها و شرکت‌ها استفاده میشه، حالا برای تایپ زنی، ویرایش متون و کارهای دیگر. کار با نرم افزار اکسل که بیشتر برای محاسبات ریاضی و محاسبات متنی، رسم نمودارها و اینجور کارها استفاده میشه. کار با نرم افزار پاورپوینت که نرم افزار گرافیکیه، برای طراحی و ساخت فایل‌های چند رسانه‌ای استفاده میشه. کار با نرم افزار اکسس که برای نگهداری داده‌ها و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی استفاده میشه. داستان ICDL از کجا شروع شد؟ در سال 1995 میلادی انجمن جوامع حرفه‌های انفرماتیک اروپا میاد یه گروهی تشکیل میده که دنبال یه روشی بودن که سطح مهارت‌های آیتی رو بین کاربران تو اروپا ارتقا بدن. تو همون سال تصمیم میگیرن که بیان بین کاربران یه آزمونی رو برگزار کنن تا مهارت‌های آیتی اینا رو بسنجن و از نتیجه این آزمون هم راضی بودن. در نهایت در سال بعدش، یعنی سال 1996، اینا بعد از هر آزمون میان یه مدرکی رو تحت عنوان گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر ECDL مخففش میشه به کاربران بدن بعد از هر آزمون. و این شروع این داستان هم توی سوئد بوده و به تدریج هم توی سراسر اروپا رونق پیدا میکنه. حالا ECDL و ICDL تفاوتش چیه؟ هیچ تفاوتی با هم ندارن. برنامه‌های درسشون دقیقاً یکیه، فقط داخل اروپا بهش میگن ECDL، خارج از کشورهای اروپایی بهش میگن ICDL. تو ایران هم اولین بار سال 1383 بود که اولین آزمون بین‌المللی ICDL برگزار شد توی مجتمع هوشمند سیرجان و با حضور مسئولین و ناظران. به این ترتیب بود که کشور ما هم به جمع بیش از 100 کشور مجری ICDL در دنیا پیوست. برای گرفتن مدرک ICDL اگر احساس میکنید که به مباحث تسلط لازم دارید و نیاز ندارید که آموزش ببینید، میتونید فقط توی آزموناشون شرکت کنید. آموزشگاه مختلف تو سراسر کشور هستن، تو این زمینه فعالیت میکنن. به هر کدومشون که حالا صلاح دیدید مراجعه کنید و تو آزموناشون شرکت کنید. احتمالاً یه مبلغی ازتون دریافت میکنن، تو آزموناشون شرکت میکنید و اگه قبول بشید میتونید مدرکتون رو از آموزشگاه دریافت کنید. مدرکی که بهتون میدن مدرک آموزشگاهیه، معمولاً 2 سال اعتبار داره. توی داخل کشور برای استخدامی ها معمولاً مشکلی نداره، همه شرکت ها قبول میکنن ازتون و کلا آموزشگاه زیاده توی این زمینه. احتمالاً تبلیغاش هم این منور دیدید، حالا هر کدوم که صلاح دیدید میتونید مراجعه کنید. اما یه راه دیگه گرفتن مدرک سازمان فنی حرفه‌ای کشور که اعتبارش خیلی بیشتر از مدرک آموزشگاهی خارج از کشور هم اعتبار داره. شما میتونید اگر قصد مهاجرت دارید مدرکتون رو ترجمه کنید و خارج از کشور هم ازش استفاده کنید. آزمونی که ازتون میگیره سازمان فنی حرفه‌ای 2 تا آزمونه. یکیش آزمون تستیه، قبولش بالای 50، از 100 بعد بالای 50 بشید. تستی رو که قبول بشید 3 هفته بعد الی 1 ماه بعد بهتون اعلام میکنن که بیاید برای آزمون عملی. آزمون عملی قبولش بالای 70، از 100 نمره شما باید بالای 70 بشه. اگه اینم قبول بشید مدرک سازمان فنی حرفه‌ای رو میتونید دریافت کنید. مدرک سازمان فنی حرفه‌ای اعتبارش 5 سال است. یه راه دیگه گرفتن مدرک ICDL هم اینه که به جواد دانشگاهی مراجعه کنید. جواد دانشگاهی هم به نظر من اعتبارش مثل همون آموزشگاه هست، یعنی
زیاد اعتبار بیشتری نداره، در همون سطح فقط داخل کشور اعتبار داره، خارج از کشور اعتباری نداره. و کلا به نظر من برای مدرک ICDL حتما برید به سازمان فنی حرفه‌ای مراجعه کنید، اعتبارش خیلی بیشتره، تمام ارگان‌ها سازمان داخلی اعتبار داره، یعنی هیچ ردخوری نداره. شما یه شرکتی مراجعه میکنید ممکنه بگی که مدرکی گرفتید از این آموزشگاه واسه ما اعتبار نداره، ولی زمانی که مدرکتون از سازمان فنی حرفه‌ای گرفته باشید هیچ ارگانی داخل کشور نمیاد بگی که مدرک شما اعتبار نداره، چون اصلا این مدرک بین‌المللی خارج از کشور هم اعتبار داره.